دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت 2 ساعت پیش از انجام ضرب الاجل جانب ایرانی موافقت کرد که گلوگاه هرمز را باز نماید. یک روز پیش از آن رئیس جمهوری ایالات متحده تهدید کرده بود که اگر جمهوری اسلامی مانع گذاری را به روای کشتی ها در این گذرگاه خاتمه نبخشد به اصطلاح تمامی تمدن محو خواهد شد. این سازش نمونه دیگری تهدید و سپس تغییر تصمیم گیری های ترامپ در چند هفته گذشته است. تلویزیون ایران ادعا کرده است که پرزیدنت آمریکا با قبول شرط های ایران برای ختم نزاع رضایت داد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته است که ایران با طلب او درباره کاملا فوراً و با امنیت بازنمودن گلوگاه هرمز موافقت کرد. به قول رهبر آمریکا ایران یک برنامه عبارت از 10 شرط را مطرح کرده است که همچون زمینه برای مذاکرات استفاده خواهد شد. در پی اعلان آتش بس و افتتاح هرمز نرخ نفت خام 10% پایین شد. تخمیناً 51 مواد سوخت عالم توسط گلوگاه هرمز به بازارهای جهانی صادر می شود. بعد از آغاز حمله های آمریکا و اسرائیل، ایران روای کشتی ها را در این گذرگاه مهم بسته سببگار افزایش نرخ سوزشواری و خوف سر زدن بحران جهانی اقتصادی شده بود. چند لحظه پس از اعلان دونالد ترامپ، وزیر کارهای خارجه ایران عباس عراقچی ابراز داشت که گلوگاه هرمز در هماهنگی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باز می شود. دو منصبدار قصر سفید به خبرنگار رویترز گفتند که اسرائیل هم موافقت کرده است که به مدت 2 هفته بمباران ایران را متوقف کند. رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که مذاکرات آمریکا و ایران روز جمعه با میانه‌روی پاکستان در اسلام آباد آغاز می‌یابند.